منطقه امن شما فضای امن شما نیست، بلکه قفس شماست. زمزمه‌های دروغ شما رو متقاعد میکنه که موندن یک جا انتخاب درستیه، اما حقیقت اینه که این منطقه شما رو عقب نگه میداره. بذارید بهتون نشون بدم که چطور آزاد بشید. هر دستاورد بزرگی در لبه ناراحتی شروع میشه. منطقه امن شما ممکنه امن به نظر برسه، اما دزد رشد شماست. در مورد این فکر کنید که چرا پیشرفت سخت به نظر میرسه. چون ذهن شما طوری سیم کشی شده که در برابر تغییر مقاومت میکنه. هوس چیزهای آشنا رو میکنه. اما راز اینه که هر قدمی که خارج از منطقه امنتون برمیدارید، مغز شما رو برای موفقیت دوباره سیم کشی میکنه. امروز یه چالش رو که شما رو میترسونه، یه مکالمه، یه تصمیم، یه ریسک که از اون اجتناب میکردید رو بپذیرید. هر اقدام کوچیک زنجیرهای ذهنی رو میشکنه و قبل از این که متوجه بشید، شما فقط از منطقه امنتون خارج نمیشید، بلکه اون رو ویرون میکنید. پس از خودتون بپرسید که آیا آماده این که از ساکن شدن دست بردارید و رشد رو شروع کنید؟ چون زندگی به کسایی که جرأت قدم گذاشتن به ناشناخته ها رو دارن پاداش میده.